توی رویدادی خیلی مهم برای دو شخص است. ایدی قلب‌ها و امید به خوشبختی. ولی پهلوی دیگری اویلا برپا کنی رو نیز فراموش نباید کرد. این هم بستنی عقد نکاحی رسمی که کفالت تأمینی حقوقهای دو شهروند می باشد. چگونه نکاحی رسمی بست؟ زن و مرد ازدواج کننده باید درباره بستن نکاحی رسمی با عریضه یکجایی به مقامات با قید گیرنده عقد نکاح به جماعت و یا شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی به جای استقامت یکی از جانبها یا پدر و مادر آنها مراجعت کنند. با قیدگیری دولتی عقد نکاح پس از 1 ماه از روز مراجعت انجام داده می شود و به زن و شوهر شهادتنامه عقد نکاح داده می شود. کدام حجت ها را پیشنهاد کردن لازم است؟ یکم، عریضه شخصانی نکاح شونده با تصدیق رضاگی مشترک برای بستن عقد نکاح و اینچنین رسیدن آنها به سن نکاحی انکت در اداره ثبت اسناد حالت شهروندی داده می شود. دوم، نسخه دو طرفه شناسنامه شخصانی نکاح شونده. در صورت نگاه داشتن نمونه کهنه شناسنامه اینچنین پیشنهاد کردن نسخه صحیفه قیدی جای استقامت ضرور است. سوم، حجت تصدیق کننده بیکار شدن عقد نکاحی اولا اگر شخص پیش از این عقد نکاحی دیگر داشته باشد. این میتواند شهادتنامه بیکار کردن عقد نکاح، شهادتنامه وفات همسر، حلنامه سود درباره به اعتبار دانستن عقد نکاح باشد. چهارم، حجت تصدیق کننده معاینه طبی حتمی. پنجم، حلنامه سود در خصوص راضیگی دادن برای بستن عقد نکاح در صورتی که شخص نکاح شونده نابالغ باشد. در صورتی که یکی از طرفها شهروند خارجی یا شخص به شهروند می باشند غیر از حجت‌های در بالا ذکر شده، همچنین پیشنهاد حجت تصدیق کننده استقامت در حدود تاجیکستان در مهلت نه کمتر از 1 سال اخیر که از جانب مقامات وکالتدار داده شده است و عقدنامه نکاحی بسته شده یا خود سازشنامه میانی دو شهروند ضرور است. با قیدگیری دولتی عقد نکاح در وضعیتی با تنطنه در بینای مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی و یا بیرون از آن صورت گرفته می تواند. معلومات مفصل را می توان از سامانه ریاست اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه دسترس کرد.